بعد از 2 هفته دوباره شروع میکنیم. متاسفانه هوش مصنوعی قبلیمون کار نکرد و فعلا میخوایم با یه هوش مصنوعی پیش بریم. امیدوارم کار کنه تا اون یکی درست شه. گوشی رو دوباره بررسی کردم. یه پوشه مخفی بود، اکو 6. داخلش ویدیو بود، تار لرزان با نور کم. توماس نشسته بود و چشاش خیره به دوربین. لباش تکون میخوردن ولی هیچ صدایی نبود. بعد تصویر سیاه شد. فقط یک جمله بود: وقت نیست، اونا هستن. رفتم محل کمپ، همون نقطه‌ای که جسد پیدا شده بود. جنگل ساکت بود، غیر طبیعی. حتی صدای باد هم نمی اومد. گوشیم لرزید. یه فایل جدید ظاهر شد به نام اکو 7. بازش کردم. صدای خودم بود، ولی من هرگز چنین چیزی رو نگفتم. اونا توماسو بردن، چون سکوت کرد. الان میخواد اینجا، میخوام پشت سرم، میخوام ببرنم. برگشتم، هیچ کی نبود، اما حس کردم چیزی داره نگاه میکنه. نور گوشیم خاموش شد. ساعت ایستاد و صدای خشخش برگ‌ها نه از اطراف، از درون گوشم بود و یه زمزمه خفه گفت: حالا مخشز فاش شده. من اینو زمانی می-نویسم که مردم. اگه گوشی توماس رو پیدا کردی و فایل اکو 6 رو دیدی، هیچ وقت فایل اکو 7 رو باز نکن.